راه حل افغانستان تفاهم است، نه حذف یکدیگر. 17مین سالگرد عروج خونین رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری، منادی عدالت و برابری در افغانستان را با برگزاری یک رشته مراسم باشکوه در سراسر جهان گرامی می‌داریم. 10 مارس ترکیه، شهر آنکارا. Afganistan Hazara Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Sayın Hasan Rıza Mirzai'yi kürsüye davet ediyorum. Türk ve Afganistanlı öğrenci vatandaşlarımız, hepinize bu programa hoş geldiniz diyorum. خدمتم عرض میکنم خدمت تمام دوستایی که تشریف آوردن، دوستایی که استادایی که از افغانستان تشریف آوردن، مسئولین و دیگر همشهری‌ها یا هم تشکر میکنیم و بسیار خوشامدگویی میگیم برای خدمتم. میانی این همه آدم نماها، میانی این همه آدم نماها، یکی میمان اما مرد میمان. نخست از همه درودهای گرم خود را بر روان پاک پیر و خرد رهبر نستوه زحمتکشان کشور باب مزاری شهید تقدیم نموده و حضور و هماندیشی پویندگان دانش دردکشان و اهالی غربت انصار ترک هماندیش و مهاجرین هموطن را در محفل یاد بود از 17مین سالگرد شهادت شهید ملی استاد عبدالعلی مزاری از صمیم قلب خوش آمدید و تهنیت عرض می‌نمایم.
از پرچمی که خونین است، آه از پرچمی که خونین است. مرگ یک قهرمان چه سنگین است، مرگ یک قهرمان چه سنگین است. هندو کش گریه کن مزاری رفت، آن زلال همیشه جاری رفت. هندو کش گریه کن مزاری رفت، آن زلال همیشه جاری رفت. سر سبز باغ شد و خاموش،